مادران و بانوان و خواهران عزیز، همه شما را به افتخار جشن مبارک و فرخنده روز مادر که هر سال در روزهای نخستین فصل زیبای بهار تجلیل می گردد صدقاً شادباش می گویم. و هر یک شما پیش از همه سلامتی، خوشبختی عائلوی و روزگاری آباد و با سعادت آرزو می نمایم. با آغاز بهار و دوره آمادگی به نوروز، راست آمدن روز مادر رمزی همایش دو نیروی بزرگ زندگی آفر است. زیرا اگر نوروز آغاز احیای طبیعت باشد، زن مادر آفرنده حیات انسانی می باشد. با عباره دیگر، زندگی اهل بشر از دامان پاک مادر و شیر سفید و جانبخش او سرچشمه می گیرد. تمام بزرگان عالم را که خدمت‌های برجسته تاریخی انجام دادند و انسانیت با نام و کارنامه آنها افتخار می‌کند، مادر به دنیا آورده است و در آغوش پرمهر خود پروریده است. با صمیمیت و دوستداری و محبت و قدرشناسی جشن گرفتن روز مادر در کشور ما نشانه اعتبار و احترام دولت و حکومت و مردم مملکت به مادر و قدر و منزلت شایسته او می باشد. مادر مربی نخستین انسان، صبح گلافشان بهار، خورشید عشق و محبت، پیامبر صلح و سخا و دریای بی‌پایان مهر است. محض به همین خاطر مادر را در ادبیات جهانی فرشته مهر و موجود مقدس نامیدند. میخواهم با افتخار خاطر نشان نمایم که کوشش و تلاش مادر تاجیک به خاطر رشد معنویات عائله و جامعه، تشکیل عائله سالم، تربیت کردن و به کمال رسانیدن فرزندان سالم و صالح، صاحب معرفت و صاحب کسب و سازنده و آبادگر واقعاً قابل ستایش و قدردانی است. دلیل بی‌بحث است که سیمای زنان صاحب معرفت، جسور و دلیر و عدالت پرور تاجیک از پس 100 سالها در لحظه های حساس تاریخ خلقمان به مردم ما توان و نیرو می بخشد. زنان و بانوان و خواهران و دختران ما امروز با رفتار و گفتار نیک، اندیشه سالم، ننگ و ناموس و مهارت و کاردانی خود در آبادی و پیشرفت تاجیکستان صاحب استقلال سهمی بسا ارزشمند دارند. حکومت مملکت با در نظر داشت نقش مؤثر زنان و بانوان در حیات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور، تأمین حقوق و منفعت‌های زنان و مادران را یکی از سمت‌های مهمترین سیاست خود قرار داده است. ما همیشه به مسئله بهبودی وضع زنان و بانوان توجه خاص ظاهر کرده، تشبس‌های سازنده اشان را پیوسته دستگیری می نماییم و برای عملی گردیدن اقدام‌های نیک و نجیب آنها زمینه و امکانیت‌های مساعد فراهم می آوریم. از جمله
به خاطر حمایه حقوق زنان حالا تمام زمینه و امکانیت‌های معاصر قانونی فراهم آورده شدند. در زمان صاحب استقلالی بیش از 60 سند معیاری حقوقی قبول کرده شد که عملی سازی آنها باعث به مراتب بهتر شدن وضع اجتماعی زنان و دختران گردید. علاوه بر این طبق سپارش‌های در پیام‌های قبلی رهبر دولت گذاشته شده، تنها در 2 سال اخیر 2 حجت مهم استراتژی ملی فعالگردانی نقش زنان در جمهوری تاجیکستان برای سالهای 2021-2030 و برنامه دولتی تربیت، انتخاب و جابجاگذاری کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران بالیاقت برای سالهای 2023-2030 قبول کرده شد. فراهم آوردن زمینه و شرایط ضروری برای انکشاف و استفاده هرچی بیشتری قابلیت زنان و بانوان در همه شاخه‌های اقتصاد ملی و با همین راه تأمین نمودن رشد استوار جامعه هدف اساسی حجت‌های ذکر شده می باشد. همچنین از جانب حکومت مملکت جهت عملی نمودن هدف‌های استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 که در آن تا به 30% رسانیدن شماره خدمتچیان دولتی و به 25% رسانیدن کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و دختران بالیاقت پیش بینی گردیده است، اندیشیدن تدبیرهای ضروری ادامه دارد. امروز زنان و بانوان تاجیک همچون اعضای حکومت و وکیل پارلمانت همچنین در مقامات حاکمیت سودی و حفظ حقوق مسئولیت اداره کنی را با شرفانه اجرا می کنند. آنها در برابر این که سیاستمدار، آموزگار و طبیب، مهندس، انرژتیک و ورزشگرند، همچون عالم و اختراعکار، هنرمند و ایجادکار، خواجگی دار و صاحبکار و محافظ وطن فعالیت دارند. حالا 25% خدمتچیان دولتی کشور از جمله 20% کادرهای راهبری کننده از حساب زنان و بانوان می باشند. زنان و بانوان در ساحه‌های معارف، تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی، فرهنگ، خدمت رسانی اطلاعاتی، بانکداری و دیگر بخش‌ها اکثریت را تشکیل می‌دهند. در بنیاد انشاءات مهم عصر نیروگاه برقی آبی راغون 900 نفر زنان برابر مردان زحمت کشیده ایستادند. همچنین 25% صاحبکاران انفرادی و 23% رهبران خواجگی‌های دهقانی زنان و بانوان می باشند. زنان و بانوان تاجیک در زمان صاحب استقلالی ثابت نمودند که در احیای هنرهای ملی، تأسیس کارگاه و کارخانه‌های استحصالی، رشد هنرهای مردمی، کاسبی و ساحه کشاورزی تجربه و مهارت و ملکه و قابلیت بلند دارند. ما خوب درک میکنیم که مادر آزاد و سالم و دانشمند و ایجادگر، سرچشمه خانه آباد، جامعه سالم، منبع رشد علم، عامل تشکل خرد خلق ایجادگر و کفیل صلح و ثبات استوار مملکت می باشد. صاحب سواد و معرفت و علم و دانش بودن
زنان و بانوان اساس عائله سالم و البته عامل مهمترین پیشرفت جامعه به حساب می رود. یعنی هر چی قدر که دختران و زنان و بانوان با سواد و صاحب معرفت باشند، عائله ها سالم و مستحکم، فرزندان تعلیم و تربیت دیده و جامعه پیشرفته می گردد. دین ما هدایت های خردمندانه بزرگان ما و طبیعت حقوقی دولتمان ما را وظیفه‌دار کردند که برای سوادناکی دختران و بانوان در برابر مردان چاره‌جویی ها نماییم. محض به همین خاطر ما برای تحصیل دختران و افزایش شماره متخصصان معلومات عالیدار از حساب آنها، خصوصا دختران ناحیه‌های دوردست کوهستان، تمام شرایط ضروری را مهیا کرده ایم. دانش آموزی دختران مهمترین منبع رشد دولت و نیروی بزرگ پیشرفت جامعه می باشد. روند برگزاری آزمون‌های جمهوری یک نقطه بسیار مهم را ثابت می نماید که در نتیجه مناسبت جدی مادران و بانوان ما در مسئله کتابخوانی فرزندان، خصوصا از بین دختران، استعدادهای نادر به وایه رسیده ایستادند و ما باید آنها را همه جانبه دستگیری و هوسمند گردانیم. ما افتخار داریم که دختران تاجیک در مسابقه و آزمون‌های بین المللی غالب آمده پرچم دولت تاجیکان را بلند می‌بردارند. من در سخنرانی‌های خود بارها خاطرنشان کردم و حالا می‌خواهم بار دیگر با افتخار ابراز دارم که مادران و بانوان و دختران تاجیک در مشکل ترین روزهای تاریخ دولت و ملت و در سنگین ترین لحظه های حیات مردم کشور با صبر و تحمل، خرد و تمکین و وطن دوستی و صداقت تکیه‌گاهی با اعتماد دولت و جامعه بودن خود را بارها اثبات نمودند. مادران و بانوان در جامعه ما در حقیقت نیروی بزرگ سازنده، تربیت کننده و پیش برنده می باشند. ما به هنر و استعداد، کوشش و غیرت، قابلیت تشکیلاتچی و مهارت و کاردانی مادران و بانوان عزیزمان تحصیل خوانده با اعتماد کامل ابراز می‌داریم که آنها در آینده نیز در تطبیق سیاست دولت و حکومت مملکت، پیشرفت دولت، آبادی وطن و آسودگی جامعه نقش شایسته خود را می‌گذارند. در این روز سعید به مادران و بانوان عزیز کشور مراجعت کرده می‌خواهم خاطر رسان نمایم که امانت وزنین انسان سازی، یعنی تشکل انسان صالح و سالم، محض به دوش شما گذاشته شده است. بنابراین کوشش نماید که این رسالت زندگی ساز را با مسئولیت بلند در نزد امروز و آینده جامعه و دولت به اجرا رسانید. باور دارم که در شرایط جهانی شوی مادران و بانوان تاجیک برای حفظ زبان و تاریخ و فرهنگ ملی، رسم و آیین‌ها و لباس و عنعنه‌های خلقمان که تحت فشار آمیزش فرهنگ قرار گرفته است، بیش از پیش
سعی و تلاش خواهند کرد. ما وظیفه داریم که مادران و بانوان را همچون چراغ خاندان و نگاه دارنده گرمی هر یک خانه و کاشانه دوست داریم. به قدر محبت و بیدارخوابی و زحمت و تلاش‌های آنها رسیم، احترامشان را به جا آوریم و کوشش نماییم که مادران و بانوان و خواهران و دختران ما همیشه سلامت، خوشبخت و سعادتمند باشد. بار دیگر تمام زنان و مادران عزیز و بانوان و خواهران ارجمند کشور را با افتخار جشن فرخنده روز مادر تبریک و تهنیت گفته با هر یک آنها تندرستی و خوشبختی، بخت و اقبال نیک و روزگار آباد و آسوده آرزو می نمایم. روز مادر مبارک باشد مادران و خواهران عزیز.